بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، الله عز وجل به یگانگی خود شاهد شد و اهل علم را شاهد کرد. شهد الله انه لا اله الا هو والملائکة اولو العلم. الله تعالی شاهد شد که غیر الله عز و جل دیگر خدای حقیقی نیست. لا اله الا الله کلمه ای که 124,000 پیغمبر، 315 رسول الله عز و جل فرستانید. همه آنها مردم دعوت میکردند که لا اله الا الله، غیر الله عز و جل دیگر خدا نیست، دیگر خدای برحق نیست. لا اله الا الله این کلمه که برای دانستن همین کلمه الله عز و جل تمام مخلوقات را آفرید. 7 قبض آسمان، 7 قبض زمین، آن مخلوقاتی که بین زمین و آسمان است، همه این را الله عز و جل آفرید تا اینکه مردم لا اله الا الله فته کلمه دانند، تا اینکه مردم دانند که در این عالم غیر الله عز و جل دیگر خدای حقیقی نیست. خلق الله الذي خلق 7 سماوات و من الارض مثلهن. الله تعالی پروردگار است که 7 قبض آسمان را آفرید و من الارض مثلهن، و از زمین هم مثل آسمان ها آفرید، یعنی 7 قبض زمین هم آفرید. یتنزل الامر بینهن، بین آسمان های و بین زمین ها امری پروردگار نازل می شود. خدا میگوید که فلانچه رفته رزقش وسیع کنید، فلانچه رفته عمرش مثلا عجلش رسید جانش گیرید. این همش امر است. حلال و حرام نازل می شد، وحی نازل می شد. جبرائیل اگر پیغمبر یگان مسئله ندانند، من نمیدانم میگن یا اینکه سکوت میکنند، جبرائیل علیه السلام از بالای 7 قبض آسمان به نزد پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت پروردگار گرام میفرماید یتنزل الامر بینهن، بین آسمان های زمین ها امر نازل میشد، امر پروردگار، لتعلموا ان الله علی کل شیء قدیر، تا اینکه دانیتون که الله تعالی همه کار با قادر است. تا اینکه یعنی سبب خلقیت زمین و آسمان ها و سبب فرآمدن وحی خدا بیان کرد که تا اینکه شما دانید که غیر الله تعالی دیگر خدا نیست. لتعلموا ان الله علی کل شیء قدیر، دانیتون که الله تعالی همه کار با قادر، از همه کار از دست پروردگار می آید. و ان الله قد احاط بكل شیء علما، الله تعالی همه چیز علمش که پیچانیده گرفتگی. جل جلاله و تقدست اسماؤه. انا همین محض خدای یگانه شناختن این امر واجب، یکمین واجب برای انسان این الله تعالی شناختن. اول واجب علی العباد معرفت الله جل جلاله و تقدست اسماؤه. اولین واجب بر ذمه هر یک انسانیت پروردگار شناختن، الله تعالی کی بودگیش دانستن، یگانگی الله تعالی باور کردن، الله تعالی حقیقت کی بودگیش دانستن. حاضر اگر مثال عادی پیش ما یک انسان بیاد، اگر چنده که در نزد قوم خودش پادشاه باشد، لیکن ما وی نشناسیم، ما شاید بین مجلس ما اومده شنیدگر ما وی قدر و قیمت نمیشناسیم. و اگر یک کس وی کم کم فضیلتش بیان کند، منصبش بیان کند، چی کارایی کردگیش بیان کند، پورشین کی مثلا نامش به شناختگی آدم کتی پور میشناختگی آدم حرمتش فرقشه، پور میشناختگی آدم سخت احترام میکند، نامش میشناختگی آدم کمتر احترام میکند. بنابراین الله عز و جل جلاله و تقدست اسماؤه شناختن این کدام آدمی که بسیارتر الله تعالی از نزدیک شناس باشد، اگر
وای آدم الله تعالی بسیارتر قدرش میدونه. و ما قدر الله حق قدره والارض جمیعا قبضته یوم القیامه. مردم خداوند حقیقی قدر نکردن مگد خدای قدرش جا نماندن. حالا مانده است که زمین روز قیامت در قبضه پروردگار است. و السماوات مطویات بیمینه، آسمان ها به دست راست الله تعالی پیچانیده شدگی. همین خیلی ذات بزرگ. و ما قدر الله حق قدره، خدای حقیقی قدر نکردن. برای آن که شاید اگر ما یک کس به ترجمه حال نویسیم یا از نام یک کس پرسیده شویم یا از نام یگان عالم یا یک استاد اگر پرسیده شویم، به نهایت به تفصیل خاصتا شخصی دوست می داشتگیمون باشد اگر بسیار تعریف میکنیم، تمام می نمود، یعنی داخل به در آمده ایستاده تعریف میکنیم. لیکن ما باید از همه ذاتی که تعریف میکنیم و ذکر میکنیم درباره و سخن بسیار میکنیم الله تعالی باشد. اگر ما درباره پیغمبران سخن کنیم با وجود بزرگی پیغمبران این دلالت به بزرگی خدا میکند. درباره بزرگی عالمان سخن کنیم، درباره فرشتگان سخن کنیم، درباره عبادت ها سخن کنیم، حج و روزه و نماز و طلب علم و دیگر و حدیث های پیغمبر شرحش خوانیم، صحابه های پیغمبر دربارش خوانیم، لیکن هیچ درباره الله عزوجل سخن نکنیم. و ما قدر الله حق قدره، اینها حقیقی قدر خدای ندانسته که میدونیم. اگر یک مجلس اندشینیم درباره هر چیز سخن کنیم، درباره عظمت پروردگار، درباره بزرگی پروردگار سخن نکنیم، این جنده ما قدر خدای ندانستیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک مجلس بشینم زیاده از 70 مراتبه استغفر الله و اتوب الیه میگفتم، از الله تعالی مغفرت میپرسم و الله تعالی توبه میکنم. 70 مراتبه یا اینکه زیاده است 70 مراتبه هر یک جای نشستگیشان. اگر ما در مجلس ها دیگر مخلوقات تعریف کنیم یا عموما نام الله تعالی در مجلس ذکر نکنیم، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که اگر یک گروه انسان ها یک جا نشینند و از همونجا الله تعالی نامش ذکر نکرده خیزند و پیغمبر به صلوات نفرستانده خیزند، گویا که از بالای خری مرده خیستند، از یک بای زمین نه بلکه از بالای خری مرده خیستند. یا اینکه گفتند که آنها دلاشان دلهای مردگی است که نام الله عزوجل را نگرفتند. بنابراین وقتی که ما یک عمل را تعریف میکنیم یا یک مخلوق را تعریف میکنیم، پیش از آن که مخلوق را تعریف کنیم سازنده آن مخلوق، خالق آن مخلوق که انا همون مخلوق به همین درجه کمال خلق کرده است. فتبارک الله احسن الخالقین، مبارک است آن پروردگاری که بهترین خالق ها هست، بهترین خلق کننده ها هست. الله تعالی میگوید که الله عزوجل خلق 7 سماوات طباقا، خلق السماوات آسمان های آفرید، طباقا طبقه آفرید. فارجع البصر هل ترى من فطور، در سوره تبارک فرجع البصر، یک بار چشمت کده آسمان به نگاه کن، هل ترى من فطور، کم بودی میابی، ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. اگر باور نکنی یک مراتبه دیگر با آسمان به نگاه کن که کنی یگان چی میابی خطاگی از خلق پروردگار، از ساختن پروردگار، بلکه چشم تو ناامید شده برمیگردد. خدا خلق السماوات بغیر عمد ترونها، الله تعالی آسمان بی ستون آفرید. این آسمانی که هر روز بلکه هر یک ثانیه چندین کیلومترها وسیع میشه. این لموسعون، ما آسمان وسیع کننده هستیم میگه خدا. هر روز آسمان وسیع میشه، بلکه موافق علم حاضر یعنی یک ثانیه و 300 کیلومتر دراز میشه آسمان. یک ثانیه و همین به 300 کیلومتر دراز میشه آسمان. این از روز قیامت، از روزی که خدا زمین و آسمان خلق کرد تا روز قیامت این آسمان چقدر دراز میشه.
همین قدر آسمان کلان خدا میگه که ما اینو بی ستون آفریدیم. ما اگر یک بنا کنیم، یک مسجد سازیم، اگر بی ستون باشد این فضیلت، چون خدا تعریف کرد خودش که من آسمان بی ستون آفریدم. اگر ما یک جایی کلانتر کنی بی ستون آفریم نمیتونیم. اگر هر چند که جا حرکت کنیم هم یک جای معین میتونیم بعد مهنت های زیاد با توفیق الله عزوجل. لیکن اینقدر آسمان الله عزوجل بی ستون آفرید. و القا فیها رواسیه، و بر بالای زمین کوههای خلق کرد خداوند تا اینکه همین کوهها ما و شما نگاه داره. ان تمید بکم، با زمین اقیانوس و بحرها که آمیخته نشود. زمین چند فایدش آب؟ کره زمین چند فایدش آب؟ خیر از 4 گازنید مکتبانه چه خیلی آدو دیگه میخوایمی از 4 3 آب و یکش زمین میخوایمی دونلو 4 3 آب زمین. هم تو خریطه نگاه کنید هم تو آب فقط. عجایب الله عزوجل این زمینه که آبو مانم تو میسته نمیره داد این طرف به چه خیلی خلق کرد. اگر هم تو زمین بینید اگر شکل خودشه شکلی کره شکلی بعضی و یا تخم شکل، یعنی به هر حال آب از روی خود همون خلق کرده الله عزوجل نمیره داد این طرف. نباشد بینید اگر منم توی ساس بعضی جا با وجود همین این اکثریت زمین از آب که عبارت است، زمین خشکش کم، خدا اومد که ما این زمین به کوههای آفریدیم که با آب این زمین رسوا نکند و ایران نکند و کوهها مستحکم نگاه دارد. و جعلنا الجبال اوتادا، در سوره عمم بود که ما این کوههای زمین رو مانند میخ کردیم. میخ وقتی که میخ نگاه میکنید 90% یا 99% نمیبینیم، ما فقط ظاهریش میبینیم. این کوههای همین خیل ما وقتی که کوه میبینیم درون زمین هم و چقورش از این بیروننگیش دراستر. الله عزوجل کوههای آفرید تا اینکه زمین مستحکم استاد ما و شما نگاه داره. ان تمید بکم، با شما زمین چی نکنه، یعنی زمین الله عزوجل به واسطه کوه نگاه میداره. ثانی الله عزوجل فکی و بث فیها من کل دابه، و بر روی زمین برای شما حیوانات آفرید. گفت 4 پاهای، از تمام نمودی 4 پاها ما استفاده میبینیم، از تمام نمود، حتی از شیر و پلنگ و دیگر چیزهای درنده که شاید ما نمیبینیم، لیکن ما از راهای پوستش و از موش و از دیگر با جسمهایش استفاده میبینیم که خداوند همه ما آفریده. سپس وقتی که حیوانات بسیار الله عزوجل ذکر کرد دوامش گفت که وانزلنا من السماء ماء، و ما آسمان برای شما آب نازل کردیم، باران نازل کردیم. این اصل این آب همش از باران است. و انزلنا من السماء ماء طهورا، ما از آسمان برای شما آب تازه نازل کردیم، طاهر نازل کردیم. این آبایی که به واسطه دریاها میاد اینم اصلا از آسمان آمدگی، به واسطه آبشوی ترمه‌های و فرآمدن سیل‌ها مثلا اینا همش جاری میشد، عاقده میآید برای ما. همه این الله عزوجل بعد اینکه مخلوقاتی در بالا ذکر شده که ما از آسمان آب نازل کردیم. و انبتنا من کل زوج کریم، از هر یک گیاه‌های و رستنی‌های و درخت‌ها برای شما یک چیزهای عجایب آفریدیم. از یک دانه الله عزوجل دانه‌های زیاد، چیزهای بامزه و میوه‌های رنگارنگ و گوناگون الله عزوجل آفرید. دوامش گفت که هذا خلق الله، این خلق خدا هست، این الله تعالی آفرید. فارونی ماذا خلق الذین من دونه، کنی من به نشانت چی؟ آنهایی که غیر الله تعالی و هم خدا گفته میشن و هم مردم عبادت میکنن، چی مثلا بت و هیکل و چی مثلا حیوانات باشد، گوساله و گاو و آفتاب و ماهتاب و آتش و یا اینکه حضرت خضر و یا حضرت عیسی علیه السلام که اینها مثلا نصرانی ها عبادت میکنند، عزیر یهودی ها عبادت میکنند. هر یک قوم برای خدای باطل دارند، درخت عبادت میکنند، سنگ عبادت میکنند، جن عبادت میکنند. خدا میگه که فارونی، کنیم هم نشانت چی؟
ماذا خلق الذين من دونه، آنهایی که غیر الله تعالی و آنهای نام خدایی دارن و آن چه خلق کردن. ولی الظالمون فی ضلال مبین، بلکه ظالم ها یعنی مشرک ها، اونایی که الله تعالی مانده دیگر چیز عبادت میکنن، به نهایت در گمراهی دور. یعنی راه گم کردگی، اگر نه گم کردگی باشید قفا میگردید و راه راست برنده میگیرید، کم گم کردگی. اینها خدا میگه که فی ضلال بعید، اینها دور گم کردن، راه آنچه دور برفتگی تا وای گشته میبرن که اون راهشون تمام میشه. یعنی آنهایی که غیر الله عزوجل دیگر چیز عبادت میکنن اینها گمراهینده. بنابراین اولین واجب به شخص کافرم این شناختن الله عزوجل. یکمین کار برای حتی فرزند خردسال به اولین چیزی که ما تعلیم میدهیم پیش از طهارت و نماز باید ما برای وی لا اله الا الله تعلیم دهیم. کلمه ای که کدام انسانی که آخرین لفظش از این دنیا لا اله الا الله، غیر الله عزوجل دیگر خدای حقیقی نیست، کتی اگر گذارد دخل الجنه، جنت دمی درات گفتن پیغمبر صلی الله علیه وسلم. کلمه ای که لا اله الا الله، در بعضی حدیث ها اگر آسمان های و زمین ها، آن چیزی که در بین آسمان های و زمین ها یک پهلوی ترازو مانده شود، لا اله الا الله یک پهلوی دیگه مانده شود، لرجحت بهن لا اله الا الله. لا اله الا الله وزنی میکنه. لا اله الا الله این کلمه ای که شخصی کافر به سبب تلفظ کرده معنیهاش و اعتقاد کردن که دین مقدسی اسلام میدارد. فاعلم انه لا اله الا الله، بدان که غیر الله عزوجل دیگر خدای حقیقی نیست. لا اله الا الله تعلیم گیر، گفته الله عزوجل در سوره محمد امر کرد. بنابراین یکمین واجب این شناختن الله عزوجل است. وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت معاذ ابن جبل را به یمن راهی کردند، فرستانیدند، نصیحت کرده گفتند که انک تأتی قوما اهل کتاب، ای معاذ تو به نزد یک قوم میروی که آنها کتاب دارند، آنها صاحبان انجیل هستند، صاحبان تورات هستند، آنها بیسواد مانند مشرکای عرب بیسواد نیستند، آنها اصلا دین آسمانی دارند، لیکن دین آنها با برابری پیغمبر شبیه حضرت محمد علیه السلام بیهوده شد، بلکه در دین آنها نوشته شده است که اگر محمد برآید شما به دین محمد درآیید. و وصیت موسی و عیسی هم این بود که اگر محمد دریافت کنید به وی ایمان بیارید. اینها ایمان نآوردند. همه یعنی یهود و نصرانی ها باید بعد آنکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دین اسلام دعوت کردند و پیغمبریشان مشهور شد باید ایمان بیارند. خلاص گفتند که تو بنو از دیگه قوم میروی که آنها اهل کتاب هستند. فلیکن اول ما تدعوهم الی ان یوحدوا الله، پس اولین چیزی که تو آنها به دعوت میکنی اینکه توحید خدا و دعوت کن، الله تعالی یگانه پرستی و دعوت کن. در بعضی روایت‌ها انک تأتی قوما من اهل الكتاب فلیکن اول ما تدعوهم الیه شهادت ان لا اله الا الله. تو یک قوم اهل کتاب میروی، اولین چیزی که تو آنها دعوت میکنی این شهادت دادن به یگانگی الله عزوجل که غیر الله تعالی دیگر خدا نیست. گفته شاهد شود، سپس به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغمبریشان. فإنهم اطاعوا لك فی ذلك، اگر آنها این مسئله و آمده توی اطاعت کنن، اگر فعلمهم ان الله افترض علیهم 5 صلوات فی کل یوم و لیله، اگر آنها این مسئله و اگر توی اطاعت کنن، اگر سانی برای آنها تعلیم ده که آنها و الله تعالی یک شبانه روز 5 وقت نماز فرض گردانیده است. ثانی ما هیچ محل یک انسانی که حالی خدای نمیشناسد و چه خیلی خدای عبادت میکند، خدای نمیشناسد چه خیلی خدای احترام میکند، چه خیلی که یک آدم نشناسد، قدر اینه نداند، مرتبه اینه نداند، اگجا اینه احترام میکند. بنابراین الله عزوجل شناختن از همه کارها، اگر الله تعالی شناسد و خودش گناه هم نمیکند و خودش همه اطاعت میکند. امام غزالی گفتند که ما عصی الله الا بجهل به او بشرعه،
الله تعالی در روی زمین گناه کردن نمیشود مگر به سبب بی‌سوادی در حق الله تعالی یا در حق یا بی‌سوادی در حق شریعتش. یعنی هر یک گناهی که در عالم میشه سببش همه آدمی گناهکار یا خدای نمیشناسد یا اینکه شریعت نمیداند. این مثالش میخواد که یک آدم یک کارخانه بی حرمتی میکند، مثلا پیش رئیس کارخانه یا وای رئیس کارخانه نمیشناسد که بی حرمتی کرد، همه جیمشته است وای بی حرمتی کرد، یا اینکه قاعده همجای نمیداند، اشراقی مثلا یا دیگر جوادگی عرفی همجای نمیداند. امام غزالی گفتن که هر یک گناهی که عالمانده میشد یا به سبب همون آدمی گناهکار یا خدای نمیشناسد که نمیشناسد، بزرگیش نمیداند. مانند یک آدمی که صحیح بخاری هست گفت که تمام گناه کرده بود غیر شرک، همه گناه کرده بود که شرک آوردگی نبود پروردگار، تمام نمودی گناه کرد. فرزنداش پیش از وفاتش وصیت کرد که من اگر وفات کنم من سوزونید کن. سونه خاکستر که میشه جسدی من نیمشه روزی شما ولنده خشکی چاشید، نیمی دیگرشه برده بالای بحر بچاشید که آب در آمده برد، آرد و این چیز شما ولنده با که همه جای بحر رو پهن شود اگر در این آب میدارد حل شده میبرود، این خشکینگیشه شما هر طرف میگرد میبرد، ذره نصف میشد میبرد. همین خیلی کردم وصیتی پدر گرفتم. الله عزوجل زمین بگفت که اجمع ما فیک، بحر بگفت که اجمع ما فیک، آن چیزی که در تو هست جمع کن، آن چیزی که در تو هست توی هم جمع کن. فاذا هو قائم بین یدی الله، پیغمبر صلی الله علیه و سلم که ناگاه و راست از پیش پروردگارند. این خدا عزوجل اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اگر خدا حتی کار خواهد اگر شو گفت میشه، شو گفت همونجوری خودشان میشه. الله عزوجل بیدار شو، زنده شو که راست پیش پروردگارند ایستاست. خداوند گفت چه این کارو کردی؟ یعنی امر کردی که توی خاکستر کرد چاشم. گفت که یا الله، گفت ما تو ترسیدم، همون قدر گناه کردم، گفتم که اگر پروردگار من اگر زنده دستگیر کند زنده سلامت نمیمونم، یعنی من تمام می عذاب‌های سخت گرفتار، لا يعذبنني عذابا لا يعذبه احد من العالمين. اگر گفت فرزنداش به اگر خدا من زنده یاورد گفت همین خیل عذاب میاد که هیچ کی خیل عذاب نمیاد. یعنی ما تو ترسیده همین کارو کردم. گفتم الله عزوجل که من ترسیدم، گفت مغفرت کردم، گناهات بخشیدم، جنت بدارم. یعنی الله عزوجل اینجا نه عملی کافریه کرد، اعتقاد کرد که خدا ناتوان، این خودش کافر است، همین اعتقاد کرده. لیکن مادامی که یگانگی پروردگار به شریک نآورد، الله عزوجل بخشید. نه بسیار عالما مسئله اونهایی که نمیداند بعضی چیزهای هم میبیارن. خلاصه الله عزوجل همین خود ذاتی که به همه کار قادر است. اینو باید خوب دانیم. درباره نامهای پروردگار، صفاتهای پروردگار، خلق پروردگار در قرآن کریم تقریبا 13 سالی که در مکه مکرمه نازل شد درباره یگانگی پروردگار، و آن 10 سالی که به پیغمبر صلی الله علیه وسلم احکام نازل میشد، آداب و اخلاق نازل میشد، حج و روزه و زکات و امر معروف و نهی منکر و دیگر عبادت ها، وقتی که پیغمبر نکاح و طلاق و خرید و فروش همه این چیزا مدینه نازل شد. لیکن درباره همین هم الله عزوجل گوزند. الله تعالی آخرش والله علیم حکیم والله على كل شيء قدير ان الله كان بكم رحيما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. همه جان الله عزوجل آخری آیتنا با درباره خودش گپ میزنه. انه سمیع علیم، الله تعالی شنواست، بیناست. همه آیت‌های حتی در آیت‌های احکام الله تعالی درباره خودش سخن میکنه. بنابراین الله تعالی شناختن چیزی مهم. اگر الله عزوجل مچخیل که های انا همون خیل شناسیم، ما حقیقت اون وقت با خدا ترسنین آدم میشیم. چون که پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن که والله انی اعلمکم بالله، قسم به نام الله تعالی که من از همه داناترین شما من گفتم، و اخشاکم له،
و از همه خدا ترستری نه من گفتم، از همه الله تعالی نظم شناختگی من گفتم و از همه خدا ترسم من. بنابراین کسی که اگر خدای بسیارتر شناسد انا هم خل بسیارتر میترسیدگی میشد الله عزوجل، و کسی که الله عزوجل ترسد الله عزوجل وی خودش به نزدیک میکند. مردم اگر دنیادا ایگو مخلوق ترسن اوای همه وقت راهی گریزه میگیرد، تلفنشون این بردارد، رقماش سیم کارتاش شکسته رفته نامونه، چون میدوند اوای گریختن حرکت میکند که مسجدی وای بودگی و نرود، محالی وای بودگی و نرود، یک جمع کتی و نخورد میگریزد. لیکن بنده اگر الله تعالی ترسد اگر الله تعالی نزدیک میشه. مخلوق ترسد میگریزد، کی که مخلوق الله تعالی نترسد الله عزوجل میخواد میگه که مخلوقات میترسیدگی میشد. کی که اگر الله عزوجل نترسیده الله تعالی خودشی بوداد الله عزوجل به هیبت میتید. جلست بین الهادی والمهدی والرشید. من میگم یک آدم بین هادی و نشستم، یکی از پادشاه‌های مسلمان ها مهدی نزد مهدی بشم، بین رشید بنشستم. فما وجدت هیبت الذی وجدته عند مالک. آن هیبتی که در نزد امام مالک یافتم پیش سیت پاشانده نیافتم. یعنی پیش امام مالک بدارد میلرزیدگی مردم نباشد. امام آدم خاکسار یگان جنگ نمی کند، خدا ترس آدم عالم، لیکن هیبت بزرگ بود. برای چی؟ برای آنکه لانه کان یهاب الله. هیبت خودش از کلمه ترس گرفته شده و الله تعالی می ترسید. الله تعالی صاحب هیبت است میکرد پیش خودشانده. حتی عجایبش میگه که امام مالک پیش مردمان یگان با سریلوج گشتگی نه. ما مثلا میگوییم که توپی پشتن به دلیل نیست میگوییم، یعنی توپی پشتن شرط نه، این معلوم است. لیکن امام مالک رحمت الله علیه که هیبت امام مالک و مردم ضرب المثل میزند، موش پیش مردمان نشان دادگی نه، همه وقت سرپوش کردی سالکتی میگشتگی پیش مردمان یگان مراتبه سرشک شدگی نمیگود امام مالک. کجا شدن از این خیل یعنی اخبار عالم های خبراشون خوندن نکرد. الله عزوجل و های اقتدا کرم ما امر کرد العلماء ورثه الانبیاء. عالم ها میراث خوران پیغمبر، اینها حقیقی از خدا میترسیدن. الله عزوجل اینها هم هیبتی مردم داد سونه. مردم پیش اینها هر خیل سخن نمیگفت. بعضی عالم ها استاد ما میگویم که بابای من یگان شب قیام اللیل ترک نمیکرد، شب به نماز خواندن ترک نمیکرد، لیکن یگان انسان گپش رد نمیکرد دنیا نمیگفت کی نباشد. حتی آنها بزرگترین آدمهایی که در شهر هستند میگفت همه آنها سخن اون کس یا مصلحت آن شخص یگان حالتند اعتراض بیان کرد نمیشد. گپی وای مگاب بود. برای چی؟ برای آنکه الله عزوجل در قرآن گفت که این ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. قیام اللیل، آدمی قیام اللیل میکنه که شب به نماز میخونده که اقوم قیلا، سخنش با قوت میشد. گپ زند این سخنی وی به تاثیر میبرد، سخنی وی رد نمیشد. حتی اهل دنیا شاید آنها نمیشناسند اینه، آنها شاید مسئله دنیا اگر رفته گپ زندم گپی اینه میگیرند، هیچ محل گپش رد نمیشد میاد. برای آنکه آنها حق الله تعالی دانستند، الله تعالی هم حق اینها دانست. معاذ رضی الله عنه در قفای خر همراهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم راه می رفتند که یا معاذ ان اتدری ما حق الله علی العباد و حق العباد علی الله. ای معاذ، آیا حق الله تعالی بر ذمه مردم چی است میدونی؟ و حق مردم بر ذمه الله تعالی چی است میدونی؟ گفت که الله و رسوله اعلم. گفت که الله تعالی و پیغمبرش داناتر است. سپس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که حق الله علی العباد ان یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا. حق الله تعالی برگردن مردم اینکه الله تعالی عبادت کنن و شریک نبیارن یگان کس الله تعالی. و حق العباد علی الله، و حق بنده ها بر ذمه پروردگار. ما چی حق داریم؟ خدا اما چی یعنی عهده دار است؟ الا یعذب من لا یشرک به شیئا.
این که عذاب ندهد آن آدمی که او شریک نآورده است. حق ما بر ذمه الله تعالی این است که اگر ما هیچ کی شریک نبیاریم خدا عذاب نمیتید در دنیا هم در آخرت هم. یا رسول الله افلا ابشر الناس، یا رسول الله من رفته مردم بشارت یا می سیبانچه گرام میگفت برای آنکه صحابه های پیامبر همش حق الله تعالی به جا می آورد. الله تعالی هیچ کی شریک نمی آورد، رفته اون سیبانچه تیام میگفت لا تبشرهم فیتکلوا، بشارت نته سیبانچه نته کی سنیام به تکیه میکنن. گفت ما خدای یگانه میشمریم به قول یک تشکی پرسنت گرام علش میگفت نه نگیر حرام ایلا بلا همشه بیان کردم با اوما نه نگیر گفتم اخیر میگفت که اوما موحد کو، یعنی خدای یگانه میپرستم ابی اون کسی شریک نمیارم کو، الله عزوجل میبخشد کو. یعنی لا تبشرهم فیتکلوا، تو مردم این گپ نگو که مردم سنیم به تکیه میکنن ما یگانه پرست ما مشرک نه، یعنی گناه میکنن سنه. گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم نهی کردن، لیکن معاذ پیش از وفاتشان خبر دادگی با علم رسکرگی نمونه، چون که شریعت یگان جاش پنهان شدگی نده، هر چیزی که از زبان پیامبر برآمد و رسته اومد همه. الیوم اکملت لکم دینکم، امروز من دین شما رو مکمل کردم. بنابراین در داخل این دین مقدس اسلام از همه بزرگترین عمل الله تعالی شناختن، الله تعالی نزد دانستن. ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه، الله تعالی 99 نام دارد، کدام انسانی که همون 99 تا نام از یاد داند، معناهاش و فهمش به فهم کند، رود فهمش داند و هم به عمل کند، اگر جنت میدارد. یعنی الله تعالی نامهاش بسیار، لیکن 99 تاش کدام انسانی که از یاد داند، این که آنچه الله تعالی میشناسد. مثلا الله عزوجل رحیم، ذاتی که رحم میکند، مهربان است، رحیم از یاد کرد نامشه. معناش دانست که معناش الله تعالی مهربان. حتی آن نفسی که در پهلوی ما است از این هم رحم دلتر به ما الله تعالی است. هم یک زنک وقتی که در جنگ فرزند خودش گم کرده بود، فرزند شیرخوارش یافت، وقتی که یافت به خودش فرزندش به آغوشش گرفت، بوسه میکرد، گریه میکرد. پیامبر و صحابه های به نظر کردند، سنی گفتند که پیامبر اترون هذه المرأة طارحة ولدها فی النار، آیا گمان میکنید که همین زنک فرزندش آتش میپرتاد؟ قالوا لا یا رسول الله، گفتند که نه نمیپرتاد. چه میپرتاد؟ فرزندش و جگربندش چه میپرتاد؟ سنی پیامبر گفتند که والله لله ارحم بعباده من هذه بولد، قسم به نام الله تعالی که الله تعالی همین زنک چخیل بچه‌ش مهربان شد، همینم الله تعالی بنده هاش به رحم مهربانتر. الله عزوجل مهربان است، از مادر به فرزندم الله تعالی از به بنده هاش مهربانتر، برای اینکه همون مهری که مادر دارد به فرزندش همونم الله تعالی داد. اگر الله عزوجل ندهد همون مهر نه، یک رحمتی پروردگار 100 رحمت دارد پروردگار، یک رحمتش که دنیا دو مای رحم کرساز، حتی همون رحم که فرزندش وحشی پاشه میبردارد که باز زیر نکنم بچه مفته، یا بچهش از دیگر چیزا محافظت میکند، وحشی حیوانی وحشی. اون رحمتی که خداوند کریم همون یک رحمتش تقسیم کردگی بین مخلوقات، این یک رحمتی پروردگار دانست. انا کن از رحمتی پروردگار ناامید نشدن، در کاری عمل کردن، همه وقت از رحمت خدا امیدوار. انشاءالله امید میکنیم که الله عزوجل از رحمت خودش ما با نصیب میکند، هم دنیا و هم آخرت. هم دیگر این رحیم از یاد کرید، معناش فهمیدید صفتشه و عمل هم کرید. یکی از نامهای پروردگار قهر دارد، غضب دارد پروردگار، دانستید و دانستید که الله عزوجل قهر میکند. اگر کسی که گناه کند قهر و غضب میکند، سانی گناه نکردید، اینجا شما دویم نامی پروردگار از یاد کرد عمل کرد. همین خیل رزاق، الله عزوجل رزق دهنده است، رازق نه رزاق، رازق رزق دهنده، رزاق بسیار رزق دهنده. و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها، یگان حیوانی نیست، یگان چارپایی نیست مگر رزق وی در بر ذمه پروردگار است. عجایب، وقتی که عالم حیوانات و اگر نظر کنه
بعضی ماهی ها دهانش برآمده بهرانه شده میستند، بعضی پرنده ها اومده بین دندانی وی که در میکند به سبب اون گوشت هایی که در بین دندان او مونده است. خود انسان هم اگر بین دندانش به گوشت باشد ناراحت میشد، حرکت میکنه تا اون بیرون کردن چقدر کوشش میکند. انا همون برآورده میستد، دهانش شده میستد، با اینا نمیخورد، نمیشد گوشتی تیار است، دهانش شده میستد و اومده میخوره. الله عزوجل رزقی همون پرنده در داخل دندانهای همین گذاشتگی. همه الله عزوجل رزقش به این دنیا خلق کرد. همه مخلوقات و موجودات رزقش بر زمین الله عزوجل است. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. خدا میگه رزق در نزد خدا امید کنید، رزق از خدا دانید، از خدا امید کنید. این از سبب پدر و مادراتون، از سبب دانایی شما نه، از سبب مهنت بسیاری شما نه، بلکه این فضل پروردگار. بعضی انسان ها شاید بعضی انسان ها بسیار مهنت میکنند، شاید 24 ساعت مهنتی وزنین میکنند، لیکن بعضی انسان ها مهنت نکرده پول میآورد. یعنی این رزق از جانب پروردگار است. یرزق من یشاء بغیر حساب. کی خواهد الله تعالی به حساب و کتاب رزق میده. همه قدر خودش الله عزوجل رزق میده. این دانستن و رزق از خدا دانستن، هیچ محل رزق شما من خورده نمیتونم. شما رزق فرزند من یا من رزق فرزند شما خورده نمیتونم. حتی الله تعالی که لا تقتلوا اولادکم خشیه املاق، فرزنداتون اکم بغلی ترسیده نکشید. نحن نرزقکم و ایهم، ما رزق فرزنداتون هم میتیم، رزق شما هم میتیم. رزق فرزندای ما نیز بر ذمه الله عزوجل، بر ذمه ما نه. بنابراین این یک دیگه صفتی پروردگار رو دانستیم. همین خیل اگر 99 تا نامشه که اگر ازیاد کرده و عمل کند، اگر وای با الله عزوجل جنت می‌داره. حدیث صحیح بخاری و مسلم آمده. این درباره نام‌های پروردگار شناختن. نام‌های پروردگار همش زیبا، صفات‌هایش همش عالی و اینچنین الله تعالی یگانه شمردن در کار در خلق. همه چیز الله تعالی خودش آفرید. این بعضی مخلوقات‌های معده‌ای که با میکروسکوپ‌ها دیده میشن عجیب، همون دل دارد، همون با دیگر اعضا دارد، پا دارد. همون الله عزوجل خلق کرده. الله عزوجل قدرتش به دلالت میکند که اگر تمام دنیا یکجا شوند، یگان مخلوق معده ترین مثل پشه خاموشک یا دیگر چیز خلق کرده نمیتونه. الله عزوجل خودش آفرید، جل جلاله و تقدست اسماء. اینقدر مخلوقات بزرگ آفرید. بنابراین الخالق لهذه الاشیاء هو المستحق للعباده. ابن کثیر میگن که آن پروردگاری که اینقدر مخلوقات بزرگ آفرید، ای خودش سزاوار است که عبادت کرده شود. کن دیگه کسی شریک نآوردن لازم. کی یاردم داد خدا وقتی که اینقدر مخلوقات آفرید؟ اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین. شما کافر میشید، باور نمیکنید به اون پروردگاری که دور از به زمین خلق کرد. و جعل فیها رواسی و انهارا، و دور از دیگر الله عزوجل بالی زمین به کوههای خلق، دریاهای خلق، سانی دور از دیگرش به آسمان خلق کرد. 6 روز به تمام مخلوقات خلقش مهم به کافر میشتن، باور نمیکنه. هیچ کی یاردم نداد الله تعالی، نه فرشته نه پیغمبر، همه آنهای الله عزوجل خلق کرد. بلکه آخرین خلقی که خلق کرد این انسان بود. آدم آخرین آفرید در روز جمعه. بنابراین جمعه نامیده شد، یعنی خلق جمع شد در روز جمعه. همیشه جمع کرد یه روز، آخرین روز جمعه. بنابراین آن پروردگاری که اینقدر مخلوقات بزرگ آفرید، باید در عبادت هم ما فقط خودش دانیم. یگان کس همراهی الله تعالی عبادت نکنیم، از یگان کس غیر الله تعالی یاردم نپرسیم. یگانه ذاتی که برای ما نیکی ها را می آورد این الله عزوجل است. یگانه ذاتی که از سر ما بلا را دور می کند این الله عزوجل است. اگر تمام روی زمین به یک جا جمع شوند برای فایده آوردن به ما، آنها ذره فایده آوردن نمیتونند اگر آن را خدا نخواهد، خدا یاری ندهد. اگر به سر ما بلا آید، تمام جن و انسان جمع شوند تا اینکه بلا را از سر ما دور کنند، آنها از دست آنها چیزی نمیاد تا اگر الله تعالی دور نکند. بنابراین الله تعالی را یگانه اعتقاد کرده، یگانه شماریده، با الله تعالی هیچ چیز را شریک نآوردن، این بزرگترین عبادت است. تومارها، کزمالچاقها، تقی، اسب و یعنی آن خارهای و
یا آن سریق‌های و دیگر چیزها، کارد و نان و آن چیزهایی که ما گمان میکنیم که اینها از سر ما بلای دور میکند یا چشم دور میکند، این شرک به پروردگار است. تشاؤم شرک است. کدام انسانی که گمانی بد کند، اگر سحر رفته استی و زنک فقیر خالقیت پیشت گذرد، اگر همون روز کارت راه نمیرد، یا اولین آدمی دیدی که زنک باشد کارت راه نمیرد، یا پیشت گربه گذرد، پیشم شیر گذشتگویی و گور گذشتگویی و هفت قدم، همین چیزا گویا که همین گذشتنش ما ضرر می آورده بود و یه گذشتن و نگذشتنش یگان خیر را پیش و پیش نمیبرد، یگان چیزی نمی آمدگی نمیبرد یا می آمدگی دور نمیکنه. این همه چیزهای می آوردگی الله عز و جل است، بلای دور میکردگی الله تعالی است. باید دعاهای ما فقط ارواح یار و پیر و مددگار، یا اینکه از گذشتگان تربیت کند، بوی دهقان تربیت کند، حضرت خضر تربیت کند، اینا همش گپای شرک است. یا بسیار کارهایی که مثلا موی سفیدا یا پیر زنکا دعا میکنن، اکثریتش دعاهای شرک است. این حق الله تعالی ندانستن که میگه. اما 5 وقت نماز خوند، همونها رمضان روزه داشتن، همونها از خدایم یاردم میپرسن، همونها میگن که جای ما جنت شود، میگن گذشتگان حقش رو دعا میکنن، لیکن خدا و شرک میبرن. بنابراین مهم است خداوندی بزرگ شناختن از همه کارها، برای آنکه الله تعالی گفت که در سنن ترمذی یا ابن آدم، یا ابن آدم، ای فرزند آدم، لو لقیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو من روز قیامت واخوری یک زمین گناه کردی. در عباره اول لو لقیتنی بقراب الارض خطایا، یک زمین گناه کردی من واخوری، یا اینکه تو اگر گناه کنی تا لجام آسمانه، همین زمین تا لجام آسمانه اگر گناه کنی، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، سنی من واخوری روز قیامت من به هیچ که شریک نآوردگی باشی، لاتیتک بقرابها مغفرتا، یک زمین مغفرت میتیم، گناهاتو میبخشم، شریک نآوردگی باشی. لیکن ما نماز خوانیم، روزه داریم، حج کنیم، زکات تیم، نمازهای جماعت که خوانیم، شاید قرآن از یاد کنیم و خداوند بزرگ اگر یک شریک بیاریم، فقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله تعالی میگه که ما عمل مشرکای بیهوده کردیم، مانند خاکی پف کرده شده کردیم، بیهوده کردیم. بنابراین این سخنهایی که در اینجا ذکر کردیم برای ما و شما میفهماند که شناختن الله تعالی مهمترین مهم ها است. برای آنکه یک انسان پر عبادت کند و الله تعالی حقش اجرا نکند و آدم دوزخی است، یعنی حقش به جان شریک بیارد. اگر لیکن یک آدم شاید الله عزوجل یگانه عبادت میکند، یگانه میشمارد، بعضی گناه هایی که گناه ها میکند الله عزوجل به سبب توحیدش، به سبب یگانه پرستش مغفرت کند. آدمی خدا پرست جنت میدرد و خلاص، اگر چنده که به سبب گناهش دوزخنده جزا بندم. لیکن آدمی که شب و روز اطاعت کرد، عبادت کرد، لیکن خدا و شریک آورد و ابدالله و دوزخانه میسازد. هل اتاک حدیث الغاشیه وجوه یومئذ خاشعه عاملة ناصبه تصلى نارا حامیه. آیا خبری غاشیه شنیدی؟ میگوید خدا هل اتاک حدیث الغاشیه وجوه یومئذ خاشعه، رویها در روز قیامت ترسنده هست. عاملة ناصبه، دنیون ده عامل عمل کرگی و رویها سجده کرگی، نماز خوندگی، روزه داشتگی، عبادت کرگی، ناصبه مشقت کشتگی، دنیون ده عذاب کشتگی، عبادت کرگی، با وجود من تصلا نارا حامیه، دوزخی تصفان میدارد. برای آنکه وی همراهی الله تعالی دیگه چیزای عبادت میکرد، به صدق دل مثلا عیسی عبادت میکند یا مریم عبادت میکند، بعضیش زن نمیگیرد، بعضیش شوهر نمیکند، گویا که به دنیا اومده خودش از بعضی چیزها من میکند، از لذتهای خدا خودش گویا که عبادتکار میگیرد، لیکن تصلا نارا، همه دوزخ میدارد به سبب خدای نشناختگیش. بنابراین الله تعالی شناختن بزرگترین عبادت ها و اساس دین اسلام این همین است و تمام پیغمبرها دعوتاشون همین خیلی بود که و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا الله لا اله الا انا فاعبدون. ما میگفت خداوند من چقدر پیغمبرای فرستادیم، همه پیغمبرها مردم میگفتن که
الله تعالی یگانه عبادت کنید و یگان کس الله تعالی شریک نآورید و الله تعالی عبادت. همین میگفتن همه پیغمبران. ما علمت لکم اله غیره، برای شما دیگر خدای من نمیدونم یگانه الله تعالی است. گفتن همه پیغمبران دعوت میکنن. بنابراین این چیز دانستنش مهم. درباره الله تعالی سخن کردن واجب، فرض عین. اگر کسی که سخن نکند درباره دیگر چیزها سخن کند و گاه درباره الله تعالی سخن نکرده است، این قدر خدای ندانسته است. و ما قدر الله حق قدره، خدای حقیقی قدر نکرده است، قدری پروردگار را به جا نآورده است. یک کسی اگر روزی یگان یعنی موتمش یا روزی وفاتش یا یک روزی خرسندیشان برآمده درباره همین گپ زنیم، این آدمی گنده نبودن، ناز بودن، گفت نامش به یک دو دهه نمیخواد سخن گوییم، جاش به نآوردیم. این قدری الله تعالی به جا آورده نمیشه. و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر الله تعالی نعمتاش میشمرم گوید شمرده نمیتونید. اگر درباره الله تعالی گپ میزنم گوییم لا. خداوند در سوره لقمان میگوید که ولو ان ما فی الارض من شجرة اقلام، اگر تمام آن درخت‌هایی که در روی زمین است قلم شوند، والبحر يمده من بعده 7 ابحر ما نفدت کلمات الله، زمین آن روی زمینانه بودگی درخت‌ها قلم شود، روی زمینانگی بودگی آبهای اقیانوس‌های بالاش به 7 مراتبه دیگر رنگ ریزیم، همه اینا رنگ رو مبدل کنیم. سونی همون قلم‌های و رنگ‌ها که درباره بزرگی خدا نویسیم، درباره سخن‌های خدا سخن کنیم. ما نفیدت کلمات الله، سخن در حق خدا، در حق بزرگی خدا، در حق سخن‌های خدا سخن تمام نمیشه. الله تعالی میگوید که من ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی، کی که من خودش تنهایی‌نده درباره من ذکر کند، من نامم گیرد دهانش به لا اله الا الله الحمدلله لا الله اکبر گفته، اگر نام الله تعالی تنهایی‌نده گیرد ذکرته فی نفسی، منم و خدا هم شته ذکر میکنم تنهایی‌نده، یعنی در حالت تنهایی الله عزوجل و ذکر میکند. اما کلمه شته که از زبانم برآمد این خطا است. الله تعالی میشیند یا نمیشیند این دربارش ما الله تعالی خبر دادگیش نه، لیکن از سبق لسان خطاگی زبان است. الله عزوجل و تنهایی‌نده ذکر میکند. و این ذکرنی فی من ذکرته فی من این خیر منهم، اگر من در نزد جماعت ذکر کند، من در نام او در نزد یک جماعتی ذکر میکنم که از جماعتی وای بهتر است، یعنی در نزد فرشتهایی که الله تعالی گناه نمیکنند، مخلوقاتی پاک هستند. کسی که اگر درباره الله تعالی سخن کند، الله تعالی درباره همون آدم در نزد فرشته ها سخن میکند و با وای فخر میکند و وای به رحمت و فضیلت خدا نازل میکند. بنابراین هر یکی ما و شما باید برای شناختن الله تعالی کوشش کنیم، قرآن خوانیم، معنی هاش فهمیم، حدیث های پیغمبر خوانیم، کتاب های توحید های یعنی یگانه پرستی الله تعالی. امام بخاری هم آخری کتابی صحیح بخاری ده کتابی توحید آوردگی الله تعالی یگانه شمردن درباره الله تعالی کتاب ها هست. گیریم، خوانیم، پرسیم، الله تعالی خوب شناسیم. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.